دوستان عزیز درود. امروز برنامه ترانسفر در عمل اصلا فراگیر مطلب‌های گزارش‌های ترانسفری فوتبال داخلی و محکم شوی روزانه ترانسفری در لیگ اولی خواهد بود. در آمده گپ روزانه گزارشی فوتبال بازان در تاجیکستان شب 28 و 29 ایول محکم شده بود. گپ اساسی آن است که 12 دسته لیگ اولی مملکت چی خریداری‌های کردند و کیها را از دسته جواب دادند. دسته اولی جمهوری و قهرمان همیشگی با نام استقلال البته در این بازاری کنی نفرانی زیاد را از خارج شامل دسته کرد. نفر اولی آمدگی به این تیم بازگشت دروازه‌بان سربی نیکولاس ستاشیچ از پروا ایسکا بارچ سربیا بود، زیرا بعد رفتن رستم یتیموف به رستاف دروازه استقلالی ها تماما به صاحب ماند و دیگر به گل سر دادن ها یک مدت سخت هم عادت کرده بود. نفر دیگری که شیران دوشنبگی با پیراهن نوی خودی شامل پایتخت کردند این دارکو ایلیسکی شکوپی از شکوپ مقدونیه شمالی است که با امید رسیدن به چیز در لیگ چمپیونای آسیا به دوشنبه آمده است. میتیو جورج میلر از تیم مکارتور استرالیا بازیگر نوبتی دیگر نوی استقلال است که الکی در ساحل دلفریب شاخوب الماسی الکی نفسی تازه گرفته و آماده کار است. میتیو که اولین بازیگر از استرالیا در هیئت استقلال به حساب می رود 27 سال داشته تربیت گیرنده کلوب فوتبال ملبورن سیتی می باشد. میلر همزمان در تیم‌های نیوکاسل یونایتد، ملبورن سیتی و سنتر کوست استرالیا و سنت میره شاتلندیا هنرنمایی نموده است. به شرط اگر با فوتبال بازی کسبی تجربه نموده در نیوکاسل هم در لیگ چمپیون ها به چیزی رسیدن نتوانند، پس با تجربه بازی در فایزکند و سرزم البته تا فینال جام تاجیکستان میتوان رفت. آمدن رسلان خیلوی و سومنی روسیه به زورترین دسته وطنی البته که با آمد کامگاری در مسابقه سطحی قهره‌ای است و از جانب دیگر رسلان با آمدنش به استقلال مدام در روی خط اساسی دعوت شوندگان به دسته شکل‌افزای خواهد بود. نوید دیگر اساسی بازاری وابسته به ترانسفر استقلال این پیوستن اولین ایتالیایی به صف استقلال است. این هم فرانچسکو مارجیوتا از باتاشانی رومانی می باشد که اصلا دستپرور اکادمی یوونتوس می باشد. نفری که در تیم‌های کارارز، مونسا و کییو بازی کرده است الکی در اولین بازیش مؤلف 3 گل گردید. او با 3 گل خیش بانکی به سرپناه اسخاتا با آسانی خبر گرفت و الکی از همشهری توتی و مالدینی بودنش هم صدا بلند کرد. ولی مهمتر از همه اگر در بازی‌های لیگ چمپیون‌ها هم مثل بازی اسخاتا شیر شود دیگر ما پست و پیتزا رکلام خواهیم کرد. بر زمان آمدن مارجیوتا استقلال دیمیتر میتکوف از لوکوموتیو صفیه بلغارستان را آورد. این حمله‌ور 24 سال داشته دستپروری دسته لودوگورتس است. میتکوف همچنین در صف تیم‌های CSKA 1948 کشورش و روبین قزان بازی کرده است، ولی اکنون فرصت فرا رسید که برای پرافشانی پرچم استقلال باید کمر همت بست. همزمان گفته می شود که سابق بازیگر تیم ملی نوردین داورانوف هم با زیاد کردن باوری نسبت قوه خیش در بازی مدیا لیگا قرار کرده است که دیگر باره به فوتبال بزرگ برگردد و الکی در صف استقلال است. نمیدانم که این کامبک یکی از چهره‌های بزرگترین فوتبال تاجیک با چی می انجامد، ولی روشن است که در دلخواه حالت ناکامی بر استقلال او الکی در ثانیه‌های نخستین دیگر باره دیرکتوری ورزشی می شود. در مورد نفران رفتگی از تیم قهرمانان اگر حرف زنیم اینها البته که رستم یتیموف به رستاوی روسیه، علی جانی کرامت الله زاده با حاصلات، کبیر سلیم شویف، ایوان نواسیلت، سلاوکو لوکیچ، دنیس بگانویچ، الیک چیبوینکی بلسینگ به سمت شمال یعنی طریق خط سیر هوایی به کشورهای خود رفتند. خلاص که با چنین پرقوت شوی ها البته پیشکی میتوان گفت که وای بر حال اسخاتا بر این دستای خودی که وقتی برخورد با استقلال دیگر انیق 10 و 12 گل از دروازه بیرون میکنند. بعد اونی که اسخاتا در 2 بازی جام تاجیکستان از استقلال اینقدر گل خورد مگم بازیگران دستای دیگر یک دلانه و با 2 دست ادب چی جایزه داخلی که در کشور است پیشکی به یگان دودلگی و گپ زیادتی برده به آفیس استقلال تقدیم کنند. بعد آنی که استقلال صف خیش را به قدری در کاری و ضروری پرقوت کرد، روشن کلوب هم البته به اندازه توان خیش زور میزند که خروجی بیشتر داشته باشد. و گپ دیگر بعد نقل کردن پای اسب قرباقه نیز پای دراز میکند.
در آمد گپ اول از آن میگویم که با تلاش ناموفق روشن در تعیین مربی اسپانی و نآوردن نظرزاده ایرانی برای گپزنانی اساسی کلوب آرینا باز هم پسند نشد. این نوبت البته که نه کسی دیگر بلکه همشهری خود نظرزاده ایرانی امین سبحانی سرمربی دسته شد. یعنی این معنای آن را دارد که بچه‌های غیرت را طول این موسم سبحانی تمرین خواهد داد، ولی نظرزاده که الکی تجربه زیخ شدن را کمکی پس سر کرده است میتواند احتمال داشته باشد که بعد بزودی عوض شدن سبحانی باز هم بچه‌های کلوب آرینا با کمک باز همان نظرزاده و اجازتنامه پروش نیاز پیدا میکنند. نظرزاده علی مسعود که در دسته به حیث مدیر فنی باقی میماند به نظرم یک عمر برای کلوبیون فوتبالی مدیر میماند. اگر اطراف خریدارای نوی روشن گپ‌ها را دراز کنیم، آمدن حمله‌ور سربستانی کایا ماتیچ از نویدهای اساسی برای مدام دعواگر برای عنوان قهرمانی است. کایا 28 سال داشته، شهروندی بوسنیا و هرزگوین را نیز دارد و آخرین تیمش زوزدا 09 بوسنیا و هرزگوین به شمار می رود. اگر شود و گل‌ها را به جای این حمله‌ور مرکزی هم فقط بختیار ظریفوف زند، پس دیگر نفران مسئول در کارهای خریدکنی باز هم به خود سفید کنی سر می کنند. یک نفری نوی دیگری که روشن کلوب اوید رفتنش الکی خبر داد، این بازگشت یوسف گمگشته گانگی به تاجیکستان است. گپ البته که سری داوید موتور می رود که بعد 12 سال می تواند دیگر باره با توقیع کلوبی سر بالا کند. یک نفری دیگری را که روشن کلوب در میان موسم با پیراهن خود قدر کرد، این هم نفری به پرتغال نارسیده سلام اشورمامدوف می باشد که بروک بوز روسیه را از بروک بوز روسیه به کلوب آمد. اگر شود و بازیش در دسته غیرت طوری نگیرد، پس می توان فرقت از فدراسیون فوتبالی تاجیکستان او را درو به مدیا لیگ محلی جلب نماید. به صفی دسته روشن همچنین کریستیان موچیچ از ردز فوکستارا لیوبوو اسلواکیا، اندری مارکویچ از سانتا کالومای مولدووا، ایسا صدیق کمال از درکومند پارمای گانا، جمشید مکسوموف از کوسموس روسیه پیوسته. همچنین ما شاهد بازگشت امیرجان سفروف از اسخاتا برافشان شدیم. از کلوب آرینا باشد محمد جان نسکوف به وخش، نازیم باباجانوف به خوجند، خورشید عبداللهی به استرافشان، دمیتری پاولیش، یوگنی آنچا، یوری باتیوشین، موسی نورنظرов و تیم‌های برایشان در کاری و ماتیوس ویرا سیلوا به اوانچای گندوراس رفتند. مقصد آوردن اوکراینی‌ها را برایشان چون ترانسفرهای دیگر این تیم اگر ما ساز نفهمیدیم، ولی ماتیوس سیلوا اقلاً یک رقص خاصی بیرون از میدانی در کاخ سروش به یادگار گذاشت. یک نفر دیگری رفتگی از روشن این دفاعگر جوان رحمتشاه رحمتزاده است که علاقه به دریافت پیشنهاد از تیم‌های اندونزی در و از پیش دروازه شهر کلوب راه سمت پایتخت وطن پیش گرفته بود. خلاص که با امیدیم که این رفتن‌ها به خارجه به خیر باشند و عمر فوتبالی بازیگران محلی در تیم‌های برون مرزی چون دائم به اندازه خاطره ماهی نباشد. بعد آنی که در مورد پولداران گفتیم، اکنون دقیقاً به سمت شمال می رویم که آنجا دسته خوجند بیدار شدن است. خوجند با سرداری رستم خوجایف، دورانجان ارگاشیو از متالورگی بیکوباد، نازیم باباجانوف از روشن کلوب و دیان تومباس را از سلابادای سربیا شامل تیم کرد و نیت دارد که در راه گرفتن یکی از زینهای افتخاری با روشن و کلوب مرکزی ورزشی ارتش سر به سر می شود. از این دسته سال آخر به مدار کنار دریای سیر باشد عزیزبک دالیف و برخچی، دلشاد بازارов و استروشن، پرویز علیف، دیان دالیف و محیب سعیدov به سرزم و اکبر مدامینوف با دلیر مخاتوف به طرفهای دیگر رفتند. خلاص که خوجندی ها هم در میان موسم یک زور میزنند تا ورزشگاه پرنور شونده باید خالای هرچی بیشتر به دست دارد. حریف ازلی دسته خوجند از شهر استروشن باشد خورشید عبداللهیف، بروشن دلیر شاه مرادوف، نیکولا یوانویچ از زمین سربیا، دلشاد بازارov از خوجند، مومن جان میلیف از خوارزم ازبکستان، فرهاد قاسیموف و علیشیر خولمرادوف را از دهلی هندوستان شامل تیم کرد. همزمان این دسته سرمخلص وطنی با بختیار عبدالرحمانوف، اتابک کریموف، نسیم رسولوف، دلاور بویقوزی، فریدون دهخانوف، پهلوان بحریزاده، پرویز دهخانوف، فریدون دهخانوف، مبک دیودانی، خورشید اولیموف و شهزاد اینایتوف خیر خوش کرده از شهر باستانی استروشن آنها را با سخنهای قهرمانانه گسیل کرد. اصلا استروشن هم اگرچه برای گرفتن جایزه شانس کمتر دارد، ولی بهر با مربی ازبکستانیش دیگر باره نرفتن به لیگ یکم تا با آخر
تلاش خواهد کرد. نماینده دیگر منطقه شمال در لیگ عالی دسته بانکداران با نام اسخط است که بعد اینقدر گل سر دادن از استقلال با خیالم از پولدار بودنش هم بیزار شد. بر زمین دسته کبودپوشان اسخط سیاد کوشاه، شهریار عنایت الله بابرقچی و امیرجان سفرو را دوباره بر روشن گسیل کردند. صاحب کارت‌های نوی بانک اسخط باشند فریدون شریپوف و سنجر رخصیبایف شدند که از این پس برای بازیگر اسخط بودنشان از بانک همنام به کارت‌هایشان پول می‌گذرد. اینجا باید گفت که سابق بازیگر استقلال و ریگر تداس فریدون شریپوف که سال 2017 به سابقه فوتبالیش خاتمه بخشیده بود دیگر باره به صحنه فوتبال بزرگ برمیگردد. پیش از آنکه در مورد دسته‌های جنوبی لیگ عالی سخن گوشیم، نخست با کار تیم ضعیف‌ترین از ناحیه کلانترین تابع مرکز هم حرف میزنیم. این هم کوکتاش ناحیه رودکی است که وابسته به داشتن وضعیتی سنگین از یک قطار بازیگران محروم شد. از این دسته عباس اندلیبوف با ماهیر، محسن عبدالغفارov با ریگر تداس، صابرجان خالمتوف با وخش، محمد کمال و کوی گادزان با برخچی، عبدالفتاح خدای دادزاده، اسماعیل علی مردانوف، اورال چوریف، مسلم قربانوف، تبریز عظیمزاده، مهراب اسایف به سمت‌های درکاری رفتند. ولی بر زمین دسته اسب سوار از کجای پول یافت یا با بازیگران وحده ضروری پیدا کرد که سپر مسلم، آرون واسکس، جهانگیر علموف از جیزخ، زوزدا بوستان ازبکستان، حسنبای قهارov از پختکار 79 ازبکستان، محمد تنگر از اسوسییشن سپورتیو دوتاگوی ملی، اریسته راجر از حاصلات، نیدایار عزیزوف، احسان چلایف، محمدزاده، فیروز نظرov و محمد گولایف را به صف تیم خویش جلب نمود. خلاص که هرچند خبرهای پاش خوردن این دسته یک زمان فراوان بودند ولی تا آخر موسم هم دسته اینهای رودکی با حریفان سر و کله میزند. دسته الومینی فروش از شهر ترسونزاده هم البته که برای زینالدین رحیموف چند بازیگری ضروری آورد. اینها محسن عبدالغفارov از کوکتاش، سعید مختار عظیموف از حاصلات، بورته نیگیاشی از نساتریمان گانا و آزادبک پنجیو می باشند. خلاص که در این تیم کار فریمپونگ در خط حمله اندک سبکتر خواهد شد. از این دسته باشد الچیبک رشیدبکوف به دوشنبه، حکمت الله رسولوف، عبدالخالق علیموف به ماهیر، دلاور شاه غنیوف به سردار، محمدی بوریزاد شهرت المرادوف، شهزاد دولتوف به وخش، رامیز بیگیشه و شریفبک رحمتوف به سمت‌های دیگر رفتند. آخر گپ این که ریگر تداس هم با امید رسیدن به چیزی در موسم جاری میتواند سر مثل دودبراهای کارخانه تالکو بالا کند. یکی از تیم‌های موفق این تیم از دوشنبه البته که همه وقت بعد استقلال این کلوب مرکزی ورزشی ارتش است که با امید زیاد کردن کامیابی‌های تیمش چند بازیگر دیگر گرفت. اینها هم عبدالخلیل بارانوف از حاصلات، محمد ایسایف از ملوت یونایتد اندونزیا، اسلامبک اسحاق جانوف از قوقن 912 ازبکستان میباشند. از ارتشیان باشند سید محمود خان غلاموف، جعفر باقی و بهادر عبدولیف ناچار به طرف‌های دیگر رفتند. بعد انجام سخنسری نماینده شهرحصار باستانی در لیگ عالی با نام برقچی البته که به پرگی به سمت جنوب می رویم. دسته مغرور از صاحب پولهای برق تاجیک سرآغاز بازی‌های دور دوم چمپیونات شهریار عنایت الله از اسخط، محمد کمال از کوکتاش، ارتور پاتریک از اتحاد الرفع بحرین، بواتنگ فریمپونگ از گریت الیمپیکس گانا، کوی گادسون از کوکتاش، عزیزبک دالیف از خوجند، آنانا جیروس لیندر اتسیانی از ساوانای کامیرون و چینبورچورن سمرک را از تایلند به صف خویش جلب نمود. دلاور جمشیدزاده، شیرافگان سعیدوف، محمد قربانوف، آریان میری نوریدین و ربانی کمالوف باشند از زمره نفرانی می باشند که از این پس با سرمربی جدید این دسته الفبک بیراموف کار نمی کنند. برای این مخلص یوونتوس باشد زبان یافتن با گروه بازیگران گانگی البته که مشکل پیدا نمی کند، زیرا او خود تجربه غنی ترجمه گپ‌های زیادی شاگرد را به بچه‌های محلی دارد. مقصد گپ که زبان دلخوانفر خارجی را با آسانی میداند که زیرا گپ‌های خارجی اساسی در فوتبال ما با نام شاگرد را از همین نفر برای ملت یک زمان ترجمه کرده بود. همچنین نباید فراموش کرد که دسته دستوردهنده کنفدراسیون فوتبال آسیا بایر ایگنبردیف هم روزنه تابستانه ترانسفری با دهانی باز و دستان خالی نماند. و صف پنچری جلال‌الدین بلخی
فیردوس علی نظرов, روزی محمد عبدالرحمنov و مختارجون ارتیقov از وخش, فای ترنسی موسی از کلوب فوتبال 109 گابون, عزت الله فیض‌اللهov, ایرج بهرامov نکو و اندری سرج از فرنچیپ فوت اکادمی کامیرون, محمد جان غفارov و کرامت الله بارونov پیوسته از این تیم مونیس رسولov, انانا اتم, نونگا فرانک, اسماعیل سفرزاده و محمود جان شفیعov به سردار دانه آفتابپرستوری رفتند. همینطور در پنجشیر هم با امید آفتاب کامیابی فوتبالی این مکان بعد بازگشت به لیگ عالی به زودی غروب نمی کنند. همزمان در منطقه دیگری ولایت ختلان دسته حاصلات هم چند بازیگر به صف خویش جلب کرد. به ناحیه فرخار علی جانی کرامت الله زاده از استقلال، جامی نظرov از اسپی سر اسپانیا، سیاوش حبیب اللهov از بیالوگی روسیه، لوکا کبریزی از مریم پول سیتی لیتوا، گیورگی گادرانی از میرانی مرگویل گرجستان و اسلام زویرو پیوستند. بعد این قدر دیگرگونی و البته که از فوتبال فرخار شاروخ سنگو، فرانسوا اسنسیو، عبدالخلیل بارونوف، برتیش سید مختار عظیمov برای گرتاداز، نوردین همراقولov و حسین نورمتov به وخش و اریسته راگر به کوکتاش رفتند. دسته حاصلات هم از زمره آن دسته هایی است که احتمالاً در آخر چمپیونات با دسته های پایانتر از ششگانه دست به گریبان می شود. آخرین دسته ای که ما درباره خریداری آن حرف میزنیم این وخش آوازه‌دار با سرداری محسن محمدی است. این هم دسته است که طاهر مومنی چخان را قدر نکرد و این تابستان یک قطار چهره‌های نو را به شهر باستانی باختر برد. به صف پلنگان صابر جان خالمتov از کوکتاش، حسین نورمتov از حاصلات، محمد جان نسکov از روشن، نوردین همراقولov از حاصلات، شهزاد دولتov از رگرتاداز، بنجامین امنونس از یوا واریورز سیگانا و علیشیر شکورov از دیناموی تیفلیس گرجستان همراه شدند. از این تیم باشد فیردوس علی نظرov، روزی محمد عبدالرحمنov و مختار جان ارتیقov، و پنجشیر محمود جان مومینov، سیف محمد رضا جعفر، محمد میر بابویف، صفی علای نظرزاده، خوشوقت میروف، خیرالدین تورخانov به هولبوک رفتند. خلاص که دسته وخش بعد پیدا کردن سرپرستانی در کاری اخیراً بهره گرفتن مقام‌های افتخاری سینه سپر می‌کند. از جانب دیگر اگر به کل کارهای بازاری تیم‌های لیگ عالی دقت کنیم، چمپیونات ما را هم بعد آمدن چند هواپیمای پر از بازیگران افریقایی میتوان چون یکی از لیگ‌های کشوری گانا لقب گذاشت. باقی از بازی‌های باقی‌مانده لیگ عالی خواهیم دید که استقلال به دروازه حریفان چند گلی میزند و روشن کولا باز چند بار دیگر مربی عوض میکند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.